name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creatures, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you're all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson, Grade 8 English book, Unit 8, Lesson 2, page 81 and 82. به نام یاد خداونده بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگرد عزیز. خدا کنه خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس امروز ما و شما. کتاب انگلیسی صنف هشتم، فصل هشتم، درس دوم، صفحات 81 و 82. Dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. شاگرد عزیز، قبل از اینکه درس جدید خود آغاز کنیم، یک مرور کوتاهی داشته باشیم با درس گذشته خود. In the previous lesson we have studied two sections. ما و شما در درس گذشته خود دو بخش را آموختیم. Speaking، صحبت کردن، and listening، و گوش کردن. So, in today's lesson, خب در درس امروز we will study three sections. ما و شما قرار است سه بخش را بیاموزیم. The first section vocabulary، اولین بخش ذخیره لغات. The second section speaking، دومین بخش صحبت کردن. And the third and the last section is reading. سومین و آخرین بخش خواندن است. شاگرد عزیز میفهم کارهای خانه‌ایتان انجام دادین؟ حتما داخل چک میکنم. قلم، پنسل، کتاب و کتابچه‌تان آماده؟ بیاین که درس خودش شروع کنیم. vocabulary، ذخیره لغات. ببینین شاگرد عزیز، برای شما چی گفته شده؟ Write at least 5 items under each category. ببینین شاگرد عزیز، برای شما یک جدول یا یک تیبل داده شده و هر کدامش کاتگوری شده یا دسته‌بندی شده است. ببینین adverb of frequencies، places، jobs and greetings. خب از ما شما چی خواسته شده؟ از ما شما خواسته شده که حداقل چی کنیم؟ 5 کلمه یا 5 آیتم بنویسیم بر هر ستون. مثلا adverb of frequency، قیود تکراری، usually، always، never، seldom، rarely، sometimes. 5 حرف، درست؟ 5 کلمه میتونین شما نوشته کنین. همین رقم places، school، home، shop. همین رقم 5 مکان شما نام میگیرین. jobs، وظیفه ها یا شغل ها. میتونین 5 شغل شما باید نام بگیرین حداقل. مثلا teacher، engineer، doctor، painter. همین رقم شما میتونین که نام بگیرین. and greetings، و احوال پرسی. احوال پرسی میتونین چند رقم احوال پرسی رو نوشته کنین. shake hands یعنی دست تکان دادن. bow مثلا تعظیم کردن. درست؟ شما هم میتونین چند دانه دیگه هم اضافه کنین. خب حتما انجام بدین. بریم به اکتیویتی بعدی خود. in pairs کار جوری است. one of your friends is saying a verb and the second student uses the verb with adverb of frequency in a sentence. ببینین شاگرد عزیز، چی یک اکتیویتی یا یک فعالیت جالبه. چی میکنین؟ 2 نفر یا به طور جوری یا چند نفر هم میتونین انجام بدین. یک دوستان یک ورب یا یک فعل انتخاب میکنه. دوست دیگه تون چی میکنه؟ امو فعل همراه با adverb of frequency یا قیود تکراری چی میکنه؟ در یک جمله استفاده میکنه. درست؟ حتما انجام بدین. بریم به بخش بعدی خود، speaking یا صحبت کردن. بسیار یک بخش جالب. ببینیم برای شما چی گفته شده. in groups کار گروهی است، کار گروپی است. take out a piece of paper، یک توته، یک کاغذ بکشین بیرون، یعنی یک کاغذ بگیرین همراهتان. divided into 6 equal rows، به 6 ردیف چی؟ مساوی را تقسیم کنین. write بنویسین who did what with whom where when. at the top of each row then write a question for each and ask your questions from your classmates. ببینین شاگرد عزیز، یک ورقه میگیرین شما، چی میکنین؟ به 6 سطر یا به 6 روز ایره تقسیم میکنین و بالای هر کدامش نوشته میکنین who did what with whom where when. بعد از اینکه نوشته کردین شاگرد عزیز، چی میکنین؟ به هر کدام از این
یک سوال جور میکنین. بعد از یک سوال هم جور کردین چی میکنین؟ این از دوستایتان پرسان میکنین، سوال میکنین. ما براتون بسیار ساده میگم. مثلا where، درست؟ در ستون اول یا در ردیف اول نوشته است where. بر سوال جور میکنین، نوشته میکنین مثلا where did you go yesterday؟ شما کجا رفتین دیروز؟ امی سوالا میتونین از دوستایتان باز پرسان کنین. خب بریم به بخش بعدی خود، reading یا خواندن. خوب دقت کنین شاگردای عزیز. قلمایتان، پنسلایتان پیشتان باشه. ما براتون میخوانم، معنا میکنم. باز در آخر اگه سوال داشت میتونین پرسان کنین. خوب دقت کنین. ما براتون میخوانم، معنا میکنم. ببینین بر شما چی گفته؟ How often do you go grocery shopping? Who do you go with؟ سوال شده شما چقدر اوقات میرین به خوراک فروشی یا به خریداری و همراهتون کی را میبرین؟ بیاین که متن بخوانیم. پلوشه and her family go shopping once a week. پلوشه و خانواده‌اش هفته یک بار به خرید میروند. They always visit شهرنو market. Usually پلوشه has her two brothers and her mother with her. آنها همیشه به بازار شهر نو می روند. پلوشه معمولاً دو برادر و مادرش را با خود می برد. Often market has special offers. پلوشه and her brothers love to buy different kinds of food that are on display. اغلباً بازار پیشنهادات ویژه دارد. پلوشه و برادرانش عاشق خرید انواع غذاهایی هستند که به نمایش گذاشته می شود. They began by picking up dairy products like milk, cheese and butter. آنها به جمع‌آوری محصولات لبنی مانند شیر، پنیر و مسکه شروع می کنند. Then they buy a variety of juices. Next, Palwasha's mother stops to get fresh fruits and vegetables. سپس انواع آب میوه میخرند. بعد مادر پلوشه توقف میکند تا میوه و سبزی تازه بگیرد. She always buys meat from butchery of the supermarket. Palwasha loves to choose things for the house. او همیشه منظورش از کی است؟ از مادر پلوشه است. او همیشه از قصابی گوشت میخرد. همون قصابی سوپرمارکت یا قصابی در بعض سوپرمارکت ها ده باشین در داخل سوپرمارکت قصابی می باشه و گوشت تازه و آماده فروخته میشه. از امو قصابی گوشت میخرد. پلوشه دوست دارد وسایل خانه را انتخاب کند. Her brother loves to drive the trolley through the chocolate and cookies shops. برادرش دوست دارد با کراچی دستی در سوپرمارکت در وسط چاکلیت ها و کلچه ها رانندگی کند. هدف شاگردای عزیز ترولی یا مو کراچی دستی امو سبد است که در شما بعض چیزایتان که میخرین خریداری میکنین باز دو سبد میمانین. برادر پلوشه دوست داره که همراه از امو چی کنه؟ در بین چاکلیت ها و کلچه ها رانندگی کنه. They always argue about which type of cookies to choose. آنها همیشه در مورد نوع کلچه ها بحث میکنند. پلوشه never forgets to check her shopping list. She usually manages to buy all the items on the list. پلوشه هرگز فراموش نمی کند که لیست خرید خود را بررسی کند. او معمولاً موفق می شود تمام چیز موجود در لیست را بخرد. She rarely finds the checkout counter empty as the queue at the cashier is always long. او به ندرت شخص حسابدار را بیکار می‌یابد زیرا صف حسابدار همیشه طولانی است.
پالوشه and her brothers helped to put everything in the car. They return home tired but happy. پالوشه و برادرانش کمک میکنند تا همه چیز را در موتر بگذارند. آنها خسته اما خوشحال به خانه برمیگردند. خب شاگرد عزیز، متن بود که ما شما در مورد پالوشه خواندیم که میرفت همراه با مادر و برادرانش بازار میرفت و بعض چیزا میخرید. خب شاگردان نهایت عزیز، وقت رسیده که سوال بگیریم. شما اگر کدام سوال دارین میتونین بپرسین. یک بار متن مرور کنین، کدام جای لغت مانده باشه، سوال مانده باشه، میتونین پرسان کنین. عمر سوال داری؟ بفرما. بوچری چی معنا میته؟ بسیار خوب عمر عزیز، بوچری یعنی که قصابی. بوچری قصابی. بوچر یعنی که قصاب، بوچری یعنی که قصابی. خب بریم به اکتیویتی بعدی خود. Rewrite the sentences below replacing the underlined words in the passage with the underlined word in the sentences. ببینین شاگرد عزیز، بر ما شما 4 جمله داده شده و ما شما اگر فکرتون بوده باشه، متوجه بوده باشین در متن پایین بعض کلمات underline شده بود یا پایینش خط کشیده شده بود. از ما شما خواسته که امو کلمات underline شدگی را با کلماتی که بر ما شما در جملات داده با اینا چی کنیم؟ replace کنیم یا تبدیل کنیم. همو جملات، همو کلمات با همین جملات چی میشه؟ replace میشه. در این جمله ببینین چند جای پایینش خط کشیده شده. شما کلمات متن را یا پاسج همراه با کلمات جملات replace میکنین یا تبدیل میکنین. اکتیویتی بعدی ما شما چی گفته؟ Put in the correct adverb of frequency. بر ما شما گفته که بگذارید قیود تکراری یا قید تکراری درست را. خب چه رقم؟ Adverb of frequency always, usually, often, sometimes, never. بر ما شما جملات داده، خانه خالی است و گفته که adverb of frequency درسته یا قید تکراری درسته شما نوشته کنین. ببینین یک دانش ما براتون تکمیل میکنم، باقیش شما میتونین انجام بدین. The family خانه خالی needs 2 toiletries because they have a lot of groceries. The family always needs 2 trolleys because they have a lot of groceries. شاگرد عزیز، یک دانش ما براتون تکمیل کردم. چند دانه دیگهش میمونه؟ 4 دانه دیگهش. شما حتما انجام میتین. وقت رسید که درس امروز خود یک جمع‌بندی داشته باشیم. شاگرد عزیز، ما شما در درس امروز 3 بخش را آموختیم. اولین بخش ذخیره لغات بود، دومین بخش صحبت کردن بود و آخرین بخش خواندن بود. خب بریم به طرف کارهای خانگی. قلم کتابچه آماده، نوشته کنین homework یا کارخانگی. Write the reading passage of page 81. Write the reading passage of page 81. Write the reading passage of page 81. همین متن را که ما شما در صفحه 81 خواندیم در بخش reading، همین در کتابچه‌تان نوشته میکنین. حتما چک میکنم. شاگرد عزیز، درس امروز ما شما همینجا به پایان میرسه. خدا کنه درس امروز ما شما را یاد گرفته باشین. تا درس آینده باز هم یکی دیگه خودم ببینیم. موفق و کامگار باشین.